به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز، 4 صفتی است اگر در کسی باشد ایمان او کامل شده است. روایت است از ابو امامه رضی الله عنه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: من احب لله، هر کسی که به خاطر خداوند جل و علا دوست بدارد و دوستی کند، معیار و چینکش تنها تقوا و پرهیزگاری و رازگی پروردگار جل و علا باشد، نه منفعت شخصی، و با نیکان و صالحان و انسانهای نکوکار و خیرخواه و انسانهای صالح دوستی کند، و ابغض لله، و به خاطر خداوند دشمنی کند. انسان را نه بلکه عملهای او را بد ببیند. غیبت کردن، دروغ گفتن، این صفت ها را در یک انسان بد ببیند. و اعطا لله، و به خاطر خداوند جل و علا ببخشد و دلها را شاد کند. یعنی بخشیدن به خاطر خداوند جل و علا دور از ریا و خودنمایی باشد. و منع لله، و باز بدارد به خاطر خداوند جل و علا، و به خاطر خداوند ندهد. در جایی که معامله ناسالم است و در آنجا صرف نکند و در آنجا خرج نکند. در آخر حدیث آمده است پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرماید: فقد استکمل الایمان، و در حقیقت ایمان او به کمال رسیده است. آیا این 4 صفت در ما دیده می شود؟ السلام علیکم.